آیا تا حالا احساس کردید که کاملا به این دنیا تعلق ندارید؟ انگار روح شما به قلمروی فراتر از سطح فیزیکی تعلق داره. این احساس عمیق ممکنه به گفته دولورس کانن که پیشگام در زمینه رگرسیون و هیپنوتراپی زندگی گذشته است، فقط یه فکر زودگذر نباشه. این میتونه نشونه‌هایی از یه حقیقت بزرگتر در مورد وجود شما باشه. ورود به ضمیر ناخودآگاه نشون داده که بعضی از افراد که روی زمین زندگی میکنن ممکنه واقعا فرشته‌هایی باشن که انتخاب کردن تجربه‌های انسانی رو برای هدایت، شفا و ارتقای بشریت انجام بدن. کسایی هستن که از طریق تکنیک هیپنوتیزم به ناخودآگاهشون دسترسی پیدا کردن و درباره زندگی‌های گذشته و اطلاعاتی درباره خود برترشون به دست اومده و حتی با موجودات غیر فیزیکی مواجه میشن که پیام‌هایی رو به اشتراک میذارن. اما فرشته بودن توی یه بدن انسان به چه معنیه؟ چطور میتونیم تشخیص بدیم که ما فرشته‌هایی هستیم در بدن یک انسان؟ دولورس کانن نشونه‌هایی رو به ما ارائه کرده که ممکنه نشون دهنده منشأ آسمانی ما باشه. این نشونه‌ها تصادفی نیستن، بلکه نشونه‌هایی از سفر روح شماست که با هم به این مسئله میپردازیم. جهان گسترده و اسرارآمیزه و امکان چیزهایی فراتر از یک انسان بودن مفهومی جذابه که دولورس کانن دربارش اطلاعاتی بهمون داده. در مورد علائمی که ممکنه ماهیت فرشته‌ای شما رو نشون بده. یکی از قانع کننده ترین نشونه ها داشتن یه هدف عمیقه. طبق گفته دولورس کانن، فرشته های تجسم یافته در قالب انسان اغلب به سمت آموزش، شفابخشی یا کمک کردن به آدم ها تمایل ذاتی دارن و آرزوی خدمت به بشریت و تبدیل جهان به مکانی بهتر رو دارن. همدلی عمیق با دیگران، تمایل به کاهش رنج توی هر جا که میرن دارن. دائما به دنبال راههایی برای کمک به دیگران هستن و وقتی نمیتونن این کار رو انجام بدن احساس نارضایتی میکنن. یکی از نشونه ها اینه که ارتباط عمیقی با طبیعت و موجودات زنده دارن. دولورس کانن متوجه شد که بسیاری از بیمارانش که نشونه های آسمانی بودن رو دارن و فرشتگانی در بدن انسان هستن، اغلب ارتباط عمیقی با طبیعت و موجودات زنده دارن. در محیط‌های طبیعت احساس جوانی و شادابی می‌کنن. احساس آرامش می‌کنن. احساس تعلق عمیقی به اونجا دارن. به هم پیوستگی تمام زندگی رو درک می‌کنن و نسبت به اون احساس مسئولیت دارن. عمیقاً تحت تاثیر مسائل محیطی قرار می‌گیرن. یا زمانی که سوالایی براشون پیش میاد، همزمانی‌هایی رو تجربه می‌کنن به عنوان نشونه‌هایی که تایید می‌کنه اونا در مسیر درستی هستن. یا اونا رو به سمت مسیر جدیدی هدایت میکنه. اگر به نظرتون میرسه که زندگی شما هم پر از این تصادفات معنی داره، ممکنه خود برتر شما با شما ارتباط برقرار کنه و شما رو به سمت هدفتون راهنمایی کنه. بررسی این علائم ممکنه نشون دهنده این باشه که شما یک فرشته در بدن انسان هستید. دولورس کانن میگه که چنین افرادی اغلب توانایی طبیعی برای التیام، آسایش و آرامش اطرافیان دارن. پذیرش بی‌قید و شرط بدون قضاوت دیگران که فراتر از حالت عادیه و عشق به دیگران و کمک به دیگران بدون انتظار ممکنه نشونه‌هایی از ماهیت فرشته‌ای شما باشه. شهود قوی. بسیاری از فرشته‌های در قالب انسان دارای شهود هستن که به اونا اجازه میده چیزهای فراتر از دنیای فیزیکی رو حس کنن. ممکنه احساس کنن حس ششم قوی دارن یا پدیده‌های روانی مثل احساس روشنبینی یا حتی تلپاتی رو تجربه کرده باشن. این توانایی‌ها ابزارهایی هستند که به شما و دیگران در سفر معنوی به سوی روشنگری کمک می‌کنند. احساس تعلق نداشتن تجربه‌ای رایج در میان فرشتگان تجسم یافته است. احساس عدم تعلق به این جهان. از نظرشون دیگران فرق دارن، نه به این دلیل که احساس برتری کنن، بلکه به این دلیل که میدونن فراتر از قلمروی زمینی هن.
علیرغم اینکه کاملا درگیر زندگی انسانی هستند، اشتیاق عجیبی به خونه واقعی خودشون در میان ستاره ها دارن یا در ابعاد دیگه. اما با دونستن این موضوع همراهه که اونا برای هدف مهمی اینجا هستن، یعنی انتقال زمین به یه زمین جدید، برای اینکه کمک کنن تا این تغییر به آسونی صورت بگیره. اونا شفا دهنده هستن و معمولاً به دنبال عدالت اجتماعی هستن. احساس میکنن اجبار درونی عمیقی برای بیداری و شفا و برای گسترش زمین دارن. این مأموریت اوناست که به عنوان یه فرشته در قالب انسان به زمین اومدن. اما به یاد داشته باشید که فرشته بودن در بدن انسان به معنای بهتر بودن از دیگران نیست، بلکه شناخت و موهبت‌های منحصر به فرد شما و استفاده از اونها برای ارتقا و کمک به انتقال جهان به جهانی بهتر خیلی کمک کننده است. این نشونه‌ها تصادفی نیستند، بلکه حقیقتی عمیق در مورد وجود شماست و میتونه گامی قدرتمند به سوی زندگی در راستای بالاترین پتانسیل شما باشه که به بهبود و ارتقای آگاهی جمعی کمک میکنه. اینا نشون دهنده اینه که حضور شما توی این سیاره، توی این زمان تصادفی نیست. شما اینجا هستید که دیگران رو با عشق بی‌قید و شرط راهنمایی کنید. سفر یک فرشته به شکل انسان آسون نیست. پر از چالش‌هایی که فرصت‌هایی برای رشد به شما توی مسیرتون میده و بدونید که با حمایت کیهانی که روحتون رو هدایت میکنه و مجموعه موجودات نورانی که روی زمین هستن توی این مسیر همراهتون هستن. نور شما توی این زمان بیشتر از هر زمان دیگه‌ای می‌درخشه. پس با عشق و شجاعت به جلو حرکت کنید. طبیعت فرشته‌ای شما هدیه‌ای به این جهانه که این قدرت رو داره که شفا بده. ممکنه شما یه فرشته در بدن انسان باشید با مجموعه از چالش‌ها و برکات خاص خودتون. مراقبه و مدیتیشن منظم میتونه به شما کمک کنه که ارتباط واضحی با خود برترتون به دست بیارید. ریکی و یوگا میتونه به شما کمک کنه که انرژی‌های خودتون رو متعادل کنید، استعدادها رو برطرف کنید و توانایی‌های درمانی طبیعی خودتون رو افزایش بدید. چه از طریق گروه‌های معنوی روحی، جوامع آنلاین، گردهمایی‌های متمرکز برای شفا و معراج زمین، ارتباط با دیگران که در مأموریت شما مشترک هستند میتونه نور شما رو تقویت کنه. از خلاقیت خودتون به عنوان ابزاری برای درمان و تجلی استفاده کنید. چه از طریق نوشتن، چه از طریق موسیقی یا رقص. اینا میتونه بهتون کمک کنه که به انرژی‌های بالاتر برسین و بینش‌های درون خودتون رو زنده کنید و الهام بخش دیگران در طول این مسیر باشید. مراقبت از زمین بخش جدایی ناپذیر از مأموریت شماست. اقدامات ساده‌ای مثل کاهش ضایعات در زمین و ارتباط با طبیعت میتونه تاثیر عمیقی بر تغییر ارتعاش سیاره داشته باشه. در مسیر خود وفادار بمونید. مهمه که به هدف خودتون متعهد باشید. حتی زمانی که با بدبینی یا ناملایمات مواجه میشید، به یاد داشته باشید که مأموریت شما اینه که با هدایت، عشق الهی و اعتماد به اینکه همیشه از طرف کیهان حمایت میشید، توی این مسیر وفادار بمونید. به جای اینکه تفاوت‌ها رو به عنوان یه مانع ببینید، به اونا به عنوان یه هدیه نگاه کنید. تنهایی میتونه بهتون کمک کنه تا دوباره انرژی خودتون رو شارژ کنید و با خاستگاه‌های آسمانی خودتون ارتباط برقرار کنید. از این لحظات آرامش برای گوش دادن به راهنمایی‌های درونی خود و جوانسازی روح خودتون استفاده کنید. یادگیری و تکامل آموزه‌های جدید، تجربیات و دیدگاه‌هایی که میتونه درک شما رو عمیق‌تر کنه، میتونه توی این مسیر بهتون کمک کنه. به یاد داشته باشید که توی این سفر هرگز تنها نیستید. کائنات و انبوهی از موجودات نورانی شما رو در هر قدم حمایت میکنن و شجاعت و فداکاری شما رو برای خدمت بزرگتون جشن میگیرن. نور به عنوان چراغ امید و دگرگونی برای همه میدرخشه.
خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. لطفا اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، اگر کانال رو دوست داشتید سابسکرایب کنید و اگر نظری دارید توی کامنت ها برام بنویسید.